بسیار کارهایی هست که با مردم مشکلی ها رو برطرف کرده میشه. یعنی ما با مردم نزدیک بودن آماده کار. وظیفه ما به خلق خدمت کردن است، خدمتشان دولتی، نه برعکس. من همینجا آمدنم تاکید کردم با آن تهدید و خطرهایی که در جامعه جهانی هست مردم را آگاه کردن که ما آماده باشیم. اولا که ترس، هراس باید نباشه. چگونه کووید 19 را گذراندیم، ایناش هم پس سر می شود. فقط همه شرایط داریم، امکانیت داریم، آب داریم، زمین داریم، عقل داریم، دهقانان اصیل داریم، متخصصان کار میکنن. مردم را در تنهایی نگذاریم، تشبثکار باشیم، کوشش کنیم به ساحه علم و معارف کمک رسانیم که ملت ما بیسواد نماند، محتاج به دیگران میشیم. نداریم اختراعکار نیست، مهندس نیست، معمار نیست. کی تربیت میکند؟ پیش از همه پدر و مادر. افسوس که نه همه پدر و مادر درست صدقاً به تعلیم و تربیت فرزند مشغول میشن. اگر مشغول میشدن جنگ شهروندی سر نمیزد. اینا تاریخ نمیبخشد. تاریخ گواه است. من اینا میگویم نمیگویم. جنگ شهروندی تاجستان از مسجد ها سر شده. بینید این دنیا را پیشروی علم و تکنیک را بینید. 99% مردم تاجیکستان مسلمان است. این معنای آن را ندارد که ما علم نآموزیم. این معنای آن را ندارد که ما فنهای دقیق را از خود نکنیم. ما اختراعکار نباشیم. ما کار نکنیم. ما زحمت نکشیم. دولتمان را بنیاد نکنیم. این معنای آن را ندارد. برعکس